ابو سعید عرب از فاریاب پرسیده اند که حکم قرآن خواندن در ایام مرده‌داری از چه قرار است؟ برادر محترم و گرانمایه، در گام نخست آنچه که در طی 23 سال از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و پس از آن از دوران 4 خلیفه به ما رسیده است به اسناد درست، تلاوت قرآن در مراسم فاتحه‌گیری نبوده. تلاوت قرآن برای تعزیت و تسلیت مرده‌دار نبوده، مگر برخی از متخصصانی که فقه را میشناسن و فقه قرآن و حدیث میشناسن با استناد از یک حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که ملت جمع میشوند به جای قرآن میخوانند، اونجا داشته های امچو فرود آمدن فرشته ها و عزت و وقار و سکون و آرامش نصیب مردم می شود. از آنجا گی گفتند که قرآن خواندن هم برای تعزیت مشروط به شرایط درست است. مشروط به شرایط است که قرآن در بدل پول و دنیا نباشد. قرآن تلاوتش به سمت و سوی ریایی و لحن موسیقی نوازان نباشد. او شرایط دارند، مگر آنچه که در تعزیت بدون جنجال در منابع فقهی ما دیده می شود این است: اعدم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، یا ان لله ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده باجل مسمى. معنای جملات اول است که پروردگار اجر شما را بزرگ سازد و صبرتان نیکو و برای مرده مغفرت و آمرزش نصیب کند. جمله دوم که از بخاری حدیث رسول گرامی است: ان لله ما اخذ، آنچه گرفت مخصوص الله بود، کارش بود گرفت. و له ما اعطا، هر آنچه داده او داده. و هر چیز به نزد پروردگار تاریخ و میعاد و زمان دارد. اینمی تاریخ عمر نفر پوره شده بود، گرفت. این دو الفاظ یا مانند این الفاظی که در منابع دیده می شود بزرگترین الفاظ تعزیت برای مرده‌دار است، البته برای یک بار. از دید منابع فقهی امت اسلامی یک بار کافی و بسنده است، نیاز به تکرارش هم نیست. بناهن اگر مقصد شما صورت رایج و معمول دنیا باشد، صورت رایج معمول دنیا باشد، احتمال اغلب که در زندگی 300 سال پس از هجرت هم ثابت نیست. و بحثی که دوستان ما به محض شنیدن اول سخن تا پایان موضوع نمی روند، فوراً در ذهنشان تداعی می کند که برخی علما و عالمانی برآمده اند که با خواندن و تلاوت قرآن مخالفن. هرگز چنین موضوع بر دل کسی تداعی و خطور نکند. چرا؟ آخرین خواست متخصصان و مفتیان عالم اسلامی همیست که کار به ترتیب باشد. لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، دین به خواهش عالمیان نیست. چیزی را که پروردگار تصویب نموده به ما روان کرده، جایی که قرآن خواندن عبادت سنت است، قرآن میخوانیم. جایی که حدیث خواندن عبادت و سنت است، حدیث میخوانیم. یکی و خلاص امیست. پس از این هر قدر کامنت تعلیق نوشته میکنن بی جای است. چرا؟ از تجربه های گذشته من دیدم سر سخن را میشنن پایش را نی، بس حمله میکنن. طوری مثال ما میگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، برای شما در اقتدا به رسول الگوی زیباست. پس معنی است سنت ها را در وقتی که خانه بودیم باید مؤکده بیندیشیم. انگامی به سفر رفتیم نفل گونه سیرت امیز. اگر ما چنین فتوا دهیم هم یک برادر بلند میشه و میگه که لقد کان لکم. نه، اول بحثا را تا پایان بشنویم، بعدا حرفایی که داشتیم. آخر حرف ممیز بهترین گزینه را در تعزیت داری برایتان گفت.